شب عروسی من، نوشته شهره وکیلی، گوینده ندا. قسمت 9. تماس با مهدی شیرینی دلهره آوری داشت که نمیخواستم زود به آن دست پیدا کنم و از دستش بدهم. مثل گربه گرسنه‌ای که با موش بازی میکند تا در فرصتی مناسب کار را تمام کند، با قلب و روحم بازی میکردم. همان بازی موش و گربه. 2 روز بود در فرصتهای مناسب دست به تلفن میبردم تا شماره محل کارش را بگیرم، ولی در نیمه راه ارتباط را قطع میکردم. به رویا فرو میرفتم. آلبوم ها را می آوردم و به عکس هایش نگاه می کردم و در آخر با چشمانی پر اشک به بیچارگیم می خندیدم. به محمود گفته بودم بیاید آپارتمان را تمیز کند، اما هر بار که در بیمارستان می دیدمش بهانه‌ای می آوردم و نظافت را به بعد موکول می کردم. حوصله هیچ کس را نداشتم. سکوت مامان و ماندانا ادامه داشت. به ظاهر تحریمم کرده بودند. تهدیدها و هشدارهای مامان که میترسم یه وقت به دور و برت نگاه کنی ببینی کسی برات نمونده، در حد هشدار باقی نماند و به فعل در آمده بود. گذشتن از مامان برایم آسانتر از گذشتن از ماندانا بود. شاید به این دلیل که به مامان خیانت نمی کردم، ولی به ماندانا چرا؟ حس به فعل در نیامده خیانت، احساس تلخ گناه نسبت به فوت بابا، درگیری ظاهر و پنهان با مامان، انباشت تنفر نسبت به مردانی که مرا مطلقه قابل دسترسی میپنداشتند و مبارزه برای بازنگشتن به قالب زندگی زناشویی چنان احاطه‌ام کرده بود که گاه واقعا فراموشم میشد زن هستم، آن هم زنی عاشق. و حالا از اینکه به هیچ راضی بودم خودم را مسخره میکردم. آیا تلفنی معمولی به مهدی پاسخ تمام نیازهای سرکوب شده‌ام بود؟ در گیراگیر خود درگیری ها گاه حسی رقیق و نرم مثل مهی که دامن جنگل ها را میگیرد از میان آن همه احساسات تند و توفنده دامنگیرم میشد و به یادم میآورد قبل از فرزند بودن و پزشک بودن و خواهر بودن زن هستم، زنی که جسم و روحش ایستگاه های متعددی دارد. من در کدام ایستگاه قرار داشتم؟ همیشه از مقابل این سوال به سرعت می‌گذشتم. سرانجام لحظه موعود فرا رسید. 8 صبح بود. دانشکده نداشتم و کارم در بیمارستان از ساعت 2 بعد از ظهر شروع می‌شد. با هیجان و تب و تاب دختری 15-16 ساله که شماره تلفن دوست پسرش را می‌گیرد، شماره را گرفتم. پس از چند زنگ صدایش در گوشی پیچید. بفرمایید. چرا اول منشی جواب نداده بود نمیدانم. شاید تقدیر بود در انتظار کمتری بمانم. سلام کردم. منم، مرجان. لحظاتی به سکوت گذشت و بعد روز بخیر. روز تو هم بخیر. بی موقع که مزاحم نشده. باز لحظاتی سکوت و سپس تا 1 رو دیگه خودم بهت زنگ میزنم. باشه، خداحافظ. تلفن را قطع کردم. انقباضها باز شد. انقباض عضلات دست و پا، قفسه سینه، فک و مغز. چه فشاری را تحمل کرده بودم و نمیدانستم. پنجره را باز کردم. روی تخت خواب رها شدم. پنجره اتاق خواب رو به باغی متروک و بکر باز میشد که هنوز دست ستمگر بساز و بفروش ها به دامنش نرسیده بود. بوی ملس پاییز در آن صبح آفتابی و به ظاهر آرام روحم را به ناشناخته ها می برد. به شکوفه علفزارهای دماوند مهمانم می کرد و به رایحه خوش یونجه‌زارها. همانجا که خاطرات خوش کودکی و نوجوانیم رقم خورده بود. آقای حریری، شوهر خاله مهین، باغ بهشت‌آسای دماوندش را بی‌دریغ در اختیار همه می گذاشت. بسیاری از جمعه ها یا تعطیلات دیگر دست جمعی به آنجا می رفتیم و وقتی بزرگترها سرگرم تهیه ناهار و سور و سات بودند، بچه ها اجازه پیدا می کردند به هر قسمت باغ که می خواهند بروند.
باغ با همه بزرگی با پرچین محصور شده بود و در انتهای شیب ملایمش به نهر همیشه پرآبی منتهی میشد که در طول مسیرش بوته‌های گزنه و تمشک وحشی با آن بازی می‌کردند. وقتی بچه‌ها مشغول بازی می‌شدند، من پا به پای نهر هیجان زده و خوشبخت تا انتهای باغ، تا آنجا که نهر از زیر پل کوتاه نچندان محکمی به باغ همسایه میرفتم و در بازی باد و عطر و نسیم صدای کائنات را میشنیدم و به بوی خودمانی هستی آغشته میشدم. پروانه ها فرشتگانی بودند که نازل میشدند تا در آفتاب و سایه درخت‌های قیسی و زردآلو آنقدر دنبالشان بدوم که فراموش کنم در چه موقعیت و مکانی هستم. آن وقت صدای از دور هوشیارم میکرد. مرجان کجایی؟ بیا، میخوایم نهار بخوریم. با زنگ تلفن از دماوند جدا شدم. به سرعت نشستم. زانوها را بغل گرفتم و جواب دادم. سلام کرد. زود یادم آمد با شوهر خواهرم حرف میزنم، نه با عشقم. سلام. اون موقع که تلفن کردی 2-3 نفر اینجا بودن. حالت خوبه؟ خوبه. ماندانا چطوره؟ چرا خودت سراغش رو نمیگیری؟ از سوالی که کرده بودم پشیمان شدم، ولی مجبور به جواب بودم. خودت که میدونی همه تحریمم کردن. باز مکث کرد و بعد چرا مقاومت میکنی؟ نمیدانم چرا آنقدر مکث میکرد. انگار میخواست واژه ها را انتخاب کند. پرسیدم در چه مورد؟ فراموش کن. از خدا میخواستم. منتظر همین پیشنهاد بودم. رفتم سر اصل مطلب. زنگ زدم بپرسم از آقای زند چه خبر داری؟ خانم زند که از اومدنش خبر نداره. زیاد عجیب نیست. با خانمش کاری نداره. میخواستم به مامان ثابت کنم اومده ایران، ولی نشد. تو از کجا میدونی اومده؟ اگه اومده چطور با ما تماس نگرفته؟ دنبال چی هستی تو؟ دنبال مدرکی که ثابت کنم کاوه و پدرش نقشه دارن سند و از چنگ ما در بیارن. مرجان، دوباره با کاوه ازدواج کن. چی کار کنم؟ درست شنیدی؟ تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ مگه خودت نگفتی محکم باش؟ نکنه مامان تو رو هم خریده؟ من خریدنی نیستم با هیچ قیمتی، اما نگرانتم. چشمهایم باز شد، گوشهایم تیز. میخواستم ادامهش را بشنوم. ادامه داد. نمیدونم خبردار شدی یا نه. روزنامه ها نوشتن یه زن جوون تو خونش کشتن. زن وکیل دادگستری بوده. بعد از جدایی از همسرش تنها زندگی میکرده. خب به طور حتما یکی از موکلاش خورده حسابی داشته. موقعیت وکیلا با دکترا فرق داره. تو اون خونه احساس امنیت میکنی؟ قیافه آقای ملایری پیش چشمم ظاهر شد، اما جواب دادم دلیلی نداره احساس امنیت نکنم. کسی با من کاری نداره. چه دروغی میگفتم. چشمت پی تجارت خونه است؟ عجب سوالی. میدونم آخه از منافع مالی نمیشه آسون گذشت، ولی باید ارزشش رو داشته باشه آخه. برای کی؟ برای من یا بقیه؟ برای من ارزشش رو داره. به هر قیمتی؟ منظورتو نمیفهمم مهدی. کار انحصار وراثتتون 2-3 ماه دیگه تموم میشه. سهم الارثت کم نیست. تا روزی که مامان زنده است من هیچ کاری به سهم الارثم ندارم. فکر میکنم نخواستن سهم الارث یکی از باج‌هایی بود که به وجدانم میدادم. گفت مامانت قبول نمیکنه. به اصل مطلب برگشتم. مطمئنی آقای زند اومده ایران؟ اگه مطمئن نبودم نمیگفتم. مامان باید ببینتش وگرنه باور نمیکنه. شماره تلفنشو داری؟ به چه دردت میخوره؟ میخوام مامان صداشو بشنوه باور کنی. تجارت خونه رو فراموش کن. چرا؟ جرقه‌ای در ذهنم جوشید. یک دروغ و از ذهنم پرید. تجارت خونه رو فراموش کردم. فقط باید به مامان ثابت کنم که دروغ نگفتم.
نفس بلندی کشید و گفت تو به هیچ کس دروغ نمیگی مگه نه؟ هندوانه بزرگی زیر بغلم گذاشته بود. گفتش را تصدیق کردم. گفت یادداشت کن. یادداشت کردم. اما چه سوالاتی سر زبانم بود و نپرسیدم. دیگر حرفی نمانده بود. حس کردم منتظر خداحافظی است. دیگر با چه بهانه‌ای میتوانستم با او تماسی داشته باشم؟ هر دو سکوت کرده بودیم. صدای آرام نفسهایش را میشنیدم. متوجه نفسهای خودم هم شدم. مثل اینکه کیلومترها دویده بودم. فکر کردم حاضرم تا آخر عمر همانجا بنشینم و به صدای منظم نفسهایش گوش کنم. من خفه شده بودم، اما او چرا حرف نمیزد؟ بالاخره آهسته، نجواگونه، آنطور که سکوت محکم نشکند گفت مرجان، مواظب خودت باش. اگه مشکلی پیش اومد به منم بگو. این جمله را جوری گفت که دلم فرو ریخت. مثل فرو ریختن دل سرنشین ماشینی که از شیبی تند پایین بیاید. جواب دادم هیچ جای نگرانی نیست. هزاران دختر و زن تنها تو این شهر دارن زندگی میکنن، اما هیچ کدومشون به زیبایی تو نیستن. به هر حال مواظب باش. خداحافظ. ارتباط قطع شد. فرصت نداد من هم خداحافظی کنم یا بپرسم چیزی که شنیدم توی خواب بوده یا بیداری. گوشی در دستم بود و فشارش میدادم. هیجاناتم با جمله آخر سرریز شده بود. بی اختیار زانویم را که در بغل داشتم گاز گرفتم. دردم گرفته بود، ولی ناخودآگاه فشار میدادم. جیغ کوتاهی کشیدم و جمله‌اش را تکرار کردم. اما هیچ کدوم به زیبایی تو نیستن. نمیفهمیدم مهدی دوست است یا دشمن. شخصیت دوگانه‌اش سردرگمم کرده بود. سرکوبم میکرد. بعد تا اوج آسمان ها پروازم میداد. اما هیچ کدوم به زیبایی تو نیستن. همین جمله کافی بود تا تمام سوء ظن‌هایم بسوزد و دود شود و به هوا برود. برای دادن شماره به مامان عجله نکردم. باید صدای زنگ را میشنیدم و مطمئن میشدم، بعد شماره را به او میدادم. هنوز از شعف لبریز بودم که شماره را گرفتم. کسی جواب نداد. باز هم گرفتم و باز هم. سر در نمی آوردم. فکر این که همین را بهانه کنم و دوباره به مهدی زنگ بزنم وسوسه‌ام می‌کرد. در کشاکش عقل و احساس بودم که تقه‌ای به در خورد. از جا پریدم. بی حرکت ایستادم. جواب ندادم. این بار 2 تقه پشت سر هم خورد. آهسته با نوک پنجه رفتم از چشمی نگاه کردم. چیزی دیده نشد. انگار کسی انگشتش را روی روزنه گذاشته بود که چیزی دیده نشود. دلم هر ریخت پایین. جز ملایری چه کسی ممکن بود باشد؟ خیالم راحت بود حفاظ آهنی در را بسته و از تو قفل کردم. با این حال هول به دلم افتاده بود. وقتی برای بار 3 تقه به در خورد، با صدای خیلی بلند که توی ذوق خودم هم خورد محکم گفتم کیه؟ دهانش را جلو آورده بود و از جرز در آهسته با لحنی نفرت انگیز جواب داد نون سنگک کنجدی براتون گرفتم. باید تکلیفش را روشن می کردم. با انزجار گفتم من اهل صبحونه خوردن نیستم. لطفاً دیگه زحمت نکشین. خیال کردم خیت شده و از همان راه که آمده برمیگردد. اما اینطور نشد. حفاظ آهنی تکان خورد. قلبم از جا کنده شد. به دور و برم نگاه کردم. دنبال چیزی برای دفاع گشتم. کارد آشپزخانه‌ای برداشتم. فریاد زدم تو چه حقی داری میای دم آپارتمان من؟ من که جسارتی نکردم. اگه یه بار دیگه بیای بدری خانومو خبر میکنم. خنده ریزی کرد. بدری بیشتر از من به فکر شماست. لازم نیست کسی به فکر من باشه. بدری خانوم کجاست؟ جوابی نداد. داد کشیدم زنت کجاست؟ از ترس و خشم میلرزیدم. نمیدانستم چه کار باید بکنم. جرأت باز کردن در را هم نداشتم. مطمئن شده بودم زنش در خانه نیست و احتمالاً از دیشب نبوده. به نظر نمی آمد صبح زود جایی رفته باشد. از تصور اینکه شب را در آن خانه با او تنها بودم وحشت کردم.
نشه گفتگو با مهدی از سرم پریده بود و دنبال راه چاره میگشتم. اگر حدسم در مورد نبودن بدری خانم درست بود، باید آنقدر آنجا میماندم تا زنش برگردد. اما او کی برمیگشت؟ فکر کردم اگر دوباره به شهرستان رفته باشد، چند روز باید حبس باشم تا برگردد. یاد حرفهای چند دقیقه قبل مهدی افتادم. روزنامه ها نوشتن یه زن جوون تو خونش کشتن. اشک خشم و ناتوانی تا پشت پلک هایم آمده بود. ولی نمیخواستم گریه کنم. اگر وامی دادم به زانو در می آمدم. کارد به دست روی صندلی نشستم. انگار تمام خون بدنم متوجه مغزم شده بود که پاهایم یخ کرد و به گزگز افتاد. دقایقی بعد صدای در کوچه آمد. در باز و سپس محکم بسته شد. اول خوشحال شدم که شرش را کم کرده، اما خوشخیالی زیاد طول نکشید. از کجا معلوم الکی در را به هم نزده بود تا خیالم از بابت رفتنش راحت شود. نیم ساعتی گذشت. هیچ صدایی جز صدای مرغ و خروس هایی که در باغ مجاور رها شده بودند نمی آمد. از اینکه آزادیم توسط مردی بیگانه سلب شده بود، از اینکه از نیروی جسمی برابر با او برخوردار نبودم تا به جای قایم شدن رو در رو از خودم دفاع کنم، کفری بودم. می دیدم نه تنها به آزادی نرسیدم، بلکه خرد آزادی هایم هم روبوده شده. فکر کردم اگر تمام زنان مطلقه جوان وضعیتی شبیه من داشته باشند، یک دفتر خاطرات برای همگیشان بس است. برای تقویت روحیه چند تا بد و بیراه به خودم گفتم. بزدل، ترسو. ولی هیچ کدام باعث تقویت روحیه‌ام نشد. حالا میفهمیدم چرا خانم دکتر میهن دوست که تک و تنها زندگی میکرد و تقریبا کسی را در ایران نداشت، آنقدر محتاط زندگی میکرد. روی پیغامگیر تلفنش صدای یک مرد گذاشته بود. او 10-15 سالی از من بزرگتر بود. به طور حد ضرورت چنین سیاستی به تجربه برایش ثابت شده بود. گیج و منگ بالاخره به این نتیجه رسیدم که تلفنی از کسی کمک بخواهم. به محض اینکه چنین فکری به ذهنم زد، مهدی جلوی چشمم ظاهر شد. دلم پی بهانه‌ای میگشت که به او نزدیک شوم، اما در همان لحظه اول صدای دل را بریدم. هرچند مهدی گفته بود اگر مشکلی پیش آمد به او بگویم، هشدار اخلاق و وجدان را نشنیده نگرفتم. به خودم گفتم مرجان، تو عاشقی ولی خائن نیستی. نفر بعدی مامان بود که فکرش را فوری در نطفه خفه کردم. کمک خواستن از او یعنی تصدیق وسواس‌های جور و جورش و رفتن زیر بار همان زندگی سابق که از آن فراری بودم. از ماندانا هم که نمیتوانستم انتظاری داشته باشم. چنان دامنش را بالا گرفت و از کنارم گذشته بود که از برودت بیگانگیش چندشم میشد. بالاخره مجبور شدم دست به دامن رضا شوم. معطل نکردم. تلفن خانه‌اش را گرفتم. بوق اشغال زد. ظرف نیم ساعت بیش از 50 بار شماره را گرفتم و بوق منحوس اشغال شنیدم. میدانستم نشخوار شهناز حرف است. این را میدانستم، ولی نه اینقدر دیگر. در نتیجه شماره تلفن همراه رضا را گرفتم. خوشبختانه زود جواب داد. صدا رسا نبود، ولی میشد حرف همراه بشنویم. بدون سلام گفتم رضا، به شهناز بگو با اون تلفن بیچاره یه زنگ تفریح بده. 100 دفعه شماره گرفتم. بوق اشغال سرم خورد. خندید. سلام کرد. مگه خیلی وقت اشغاله؟ پس بیرون از خونه و خبر نداری. از بس شماره گرفتم و کلافه شدم. تو کجایی؟ بیمارستان. وای، چیه؟ چی شده؟ هیچی برو، خداحافظ. صبر کن. چی کارم داری؟ گفتنش فایده‌ای نداره. تو که فعلا بیمارستانی، نمیتونی کمک کنی. چه کمکی؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیز مهمی نیست. توی دلم گفتم فقط دارم از ترس میمیرم. تو ناراحتی؟ از صدات پیداستا. کجایی؟ چیزی شده؟ خونم بابا. تو خونه اتفاقی افتاده؟ نه بابا نه، اصلا ول کن، چیزی نیست. تو کسی نیستی که به خاطر چیزی نیست تلفن بزنی.
اونم به قول خود 100 دفعه. من الان راه میافتم. نه به کارت برس. بالاخره یه طوری میشه دیگه. یه طوری میشه چیه؟ اومدم. از خدا خواستم و دیگر تعارف نکردم. گفتم پشت در خانه که رسید با تلفن خبرم کند. آیفون خراب بود. گفت فعلا خونسردی تو حفظ کن. گوشی را قطع کردم. کارد را به آشپزخانه می بردم که یاد بابا افتادم. این کارد محبوبش بود. در سفری به تبریز سر راه از زنجان خریده بود. به قول خودش خوش دست و ببر بود. عاشق هندوانه و خربزه قاچ کردن بود، آن هم با این کارد. با دقت و سلیقه برش‌هایی به هندوانه و خربزه میداد تماشایی. به قول ماندانا سفره‌های مامان با کارد بازی بابا تکمیل میشد. یاد بابا آتشم میزد، به خصوص در آن وضعیت وانفسا. همیشه مثل کوهی استوار پشتیبانم بود بی آنکه ارزشش را بدانم. به کارت نگاه کردم، دستش را بوسیدم و عقده دلم را که توی گلویم توپ شده بود خالی کردم. بابای خوبم، بابای نازنینم، بابا جونم. از آشپزخانه بیرون آمدم. صورتم را شستم. به آینه نگاه کردم. سر دماغم به دلیل گریه سرخ شده بود. نمیخواستم رضا بفهمد گریه کردم. صورتم را خشک کردم و کمی پودر به دماغم زدم. فکر میکردم قضیه را جوری به او بگویم که ضایع نشوم. تلفن زنگ زد. رضا بود. من پشت درم. اومدم. در و حفاظ آهنی را باز کردم. سرک کشیدم. دور و بر را دید زدم و نمیدانم چرا با احتیاط و پاورچین از پله ها پایین رفتم. رضا پشت در بود و احتیاجی به احتیاط هم نبود. قدم که به حیاط گذاشتم با صدای بلند، آنطور که اگر ملایری در خانه است بشنود، گفتم رضا اومدم. به طرف در دویدم و بازش کردم. رضا آنقدر با عجله آمده بود که کتش را روی روپوش سفید بیمارستان پوشیده بود. با دیدنش خنده‌ام گرفت. چرا کتت رو روپوش پوشیدی؟ به خودش نگاه کرد و خنده‌اش گرفت. بیا تو. با دقت نگاهم کرد. لابد انتظار داشت مرا در وضعیت بدی ببیند. تعجب کرده بود. حالا که از آپارتمان آمده بودم بیرون و ترسم ریخته بود، فکر کردم نمی بایست آنقدر ترسو باشم و دست به دامن او شوم. دلم نمیخواست نقطه ضعف دست کسی بدهم. وقتی از پله ها بالا می رفتیم، نگاه دقیقی به ساختمان ملایری انداختم. درها بسته بود و سر و صدایی هم نمی آمد. رضا رد نگاهم را گرفت و پرسید تنهایی؟ شاید. نگاه و چهرهش تغییر کرد. از پله ها بالا رفتم و او هم دنبالم آمد. وارد آپارتمان شدیم. صندلی تعارف کردم. نشست. یک جور گیج و مبهوت نگاهم میکرد. جایی برای تجدید نظر نمانده بود. گفتم بی خودی ترسیدم و مزاحمت شدم. منتظر چنین حرفی نبود. ابرو در هم کشید. ترسیدی؟ از چی؟ خیالاتی شده بودم. هرچه زمان میگذشت از اقدامی که کرده بودم بیشتر پشیمان میشدم. فکر کردم میشد با کمی خودداری قضیه را طور دیگری حل کرد. رضا گفت خب بگو چرا خیالاتی شده بودی؟ من کردم. آخه چی بگم؟ وقتی بابا فوت کرده ها، بعضی وقتا اصلا ولش کن. چای میخوری یا نسکافه؟ به طرف آشپزخانه رفتم. صدایم کرد مرجان. برگشتم. میدونم چای میخوری با شیر. نگاهش مثل جرقه‌ای که از هیزم خشک شعله‌ور بشود برق خاصی پیدا کرده بود. بیا بشین. مردد نشستم. به من نگاه کن. نگاهش کردم. دیگر آن رضا که میشناختم نبود. همکلاس دانشکده همکار بیمارستان و شوهر شهناز. با لحنی ناآشنا و صدایی بم و آرام گفت میدونستم بالاخره یه روز وقتش میرسه. از حرفش چیزی نفهمیدم. ادامه داد. منتظر بودم خودت بخوای. برق از سرم پرید. مگر چه خیالاتی کرده بود؟ نگاهش نشان میداد اشتباه نکردم. پشتم لرزید. باید تا جلوتر نیامده بود کاری میکردم.
اگرچه خلاف تصمیم چند دقیقه قبلم بود و میخواستم موضوع را ماسمالی کنم، گفتم اگه مزاحمت شدم ببخشید. چاره‌ای نداشتم. این مردی بیشعور هر وقت سر و کله زنش رو دور میبینه یه خیالاتی به سرش میزنه. تا جوابم را نداد نفهمیدم چه ضربه‌ای به او وارد کردم. در حالی که پشت سر هم پلک میزد با پشت دست چانه‌اش را مالید و گفت مطمئنی برای همین موضوع کارم داشتی؟ خودم را به نفهمی زدم. میدونم از چی حرف میزنی. هنوز 2-3 دفعه‌ای که به جام کشیک دادی و پس ندادم. خیلی آدم مهملی شدم. نه ولی حالا فکر میکنی چی کار باید بکنم؟ این مردی که 2-3 بار به هوای نون سنگک کنجدی و از این بهونه ها مزاحمم شده. امروز صبحم اومد. خیلی ترسیدم. فهمیدم زنش نیست. جرئت نمی‌کردم درو باز کنم. خواستم از مامان کمک بگیرم یا مهدی. وقتی دیدم اونا منتظر نقطه ضعف گرفتن هستن، ناچار شدم به تو زنگ بزنم. مثل اینکه باید خونه رو عوض کنم. وا رفته بود. شلوول گفت که اینطور. از اینکه به موقع جلوی فاجعه را گرفته بودم احساس پیروزی می کردم. ولی از اینکه می بایست دور رضا و شهناز را خط بکشم عزادار شدم. خودش را کمی جمع و جور کرد و در حالی که کتش را در می آورد تا روپوش را در بیاورد با حالی منقلب پرسید من چیکار باید بکنم؟ نمیدونم. میخواستم از آپارتمان بیام بیرون. میترسیدم. مثل برج زهرمار پا شد و از در رفت بیرون. دنبالش رفتم. نمیدانستم چه کار میخواهد بکند. وسط حیاط که رسید یک دفعه داد کشید آهای مردی که بیا بیرون ببینم. پریدم جلو. بهش توهین نکنی ها. شاید هیچ نظری نداشته. شاید من اشتباه کردم. اما او که دلش از جای دیگری پر بود تلافیش را سر ملایری درآورد. بی‌اعتنا به من رفت دستگیره در ورودیشان را چرخاند. در باز شد. فهمیدم ملایری هست. جلوی رضا ایستادم. چی کار میخوای بکنی؟ انگار مرا نمیدید. فریاد زد بی شرف، بی ناموس، بیا بیرون ببینم. ملایری هراسان سر پله ها ظاهر شد. از دیدنش خجالت کشیدم. داشتم آب میشدم. مرا که دید خودش را به خریت زد. چی شده خانم دکتر؟ رنگ رضا مثل گچ شده بود. نامرد کثافت. خیال کردی شهر هرته؟ ملایری که جا خورده بود دست پایین را گرفت. از پله ها سرازیر شد. آقا چی شده؟ شما کی هستی؟ چرا توی در و همسایه سر و صدا را میندازی؟ الان میفهمی من کیم؟ به طرف ملایری حمله برد که یقه لباسش را چسبیدم. عجب غلطی کردم رضا. چی کار میکنی؟ ملایری از وسط پله ها عقب گرد کرد. رضا فریاد زد نامرد چرا در میری؟ الان تلفن میکنم پلیس بیاد. دستهای رضا میلرزید. التماس کردم. خواهش میکنم رضا، خواهش میکنم شر را ننداز. چرا اینطوری میکنی آخه؟ چرا رسوایی را میندازی؟ یقه‌اش را از دستم بیرون کشید و چند پله یکی به ملایری رسید. یک مشت محکم زد زیر چانه‌اش که عینک از چشمش پرید. میخواست از دستش فرار کند و به ساختمان برود ولی رضا ولکن نبود. مشت دوم را که زیر چشمش گذاشت جیغ کشیدم. مگه دیوونه شدی؟ ولش کن. الان ناقصش میکنی. افتادم وسط. خون از دماغ ملایری راه افتاد. فریاد زد پدر تو در میارم. خیال کردی پوفیوز تو صورت من مشت میزنی؟ زنت کجاست؟ کجا دکش کردی کف داره بیشرف؟ کی از تو نون سنگک خواسته که هر روز راه میفتی پشت در آپارتمان؟ زود باش به پلیس زنگ بزن تا تکلیفتو روشن نکنم من اینجا میمونم. خائن بی غیرت. از سن و سالت خجالت نمیکشی؟ لکه های خون روی لباس ملایری میچکید. با آستین لباسش خونی را که تا گوشه لبش راه پیدا کرده بود پاک کرد و فریاد زد خانم دکتر فاسق داشت و ما خبر نداشتیم. به من گفته بودن به زن تنها آپارتمان اجاره ندیا. خیلی گفته بودن. حالا میفهمم راست میگفتن. رضا دوباره شعله‌ور شد و به طرفش حمله برد که زدم توی سینه‌اش. چرا افسار پاری کردی؟ غلط کردم بابا، کمک نخواستم. بیا بیرون تا گندش در نیومده. به طرف پله ها هلش دادم. صدایش میلرزید. اینجا میمونم تا زنش بیاد.
ملایری شیر شد. همین امروز جلو پلاسشو میندازم بیرون. رضا رو از پله ها کشیدم پایین. عجب حماقتی کردم. یا برو یا به شهناز تلفن میکنم که بیادا. ملایری پرروتر شد. گفتم مطلقه است، کس و کاری نداره، همیشه تنهاست، یه دستی زیر پر و بالش بگیرم. نمیدونستم فاسقش رو سر من تیر میکنه. فریاد زدم خفه شو. هرچی خودم رو به خریت زدم از رو نرفتی. اگه مردی وقتی زنت هست بیا. من که حرف تو اون فاسق عوضی تو نمیشنوم. اصلا نمیفهمم چی میگی. الان میرم کلانتری ببینم اگه کسی انسانیت کرد برای مستاجرش نون خرید گناه کبیره کرده. خیال کردم چون خانم دکتری آدمی. رضا را کشان کشان به حیاط بردم. هنوز دستهایش میلرزید. بغض توی گلویم مثل توپ تخم مرغی بالا و پایین میشد. از زن بودنم بیزار شده بودم. در حالی که بغضم را فرو میدادم گفتم ما ادعا داریم تحصیل کرده و دکتر این مملکتیم آخه. ولی در واقع از هرچی بی سواد و بی فرهنگ. بقیه حرفم را خوردم. توپ تخم مرغی داشت خفم میکرد. رضا یک جوری واخورده مثل آدم‌های پاک باخته لب حوض نشست و به آب خیره شد که تعجب کردم. تکلیفم را نمیفهمیدم. نمیدانستم با او چه کنم. با ملایری چه کنم. حتما از پشت پنجره نگاهمان میکرد. مطمئن بودم نه به پلیس زنگ میزند نه کلانتری. به رضا گفتم چرا اینجا نشستی؟ بیا بالا یه قهوه بخور. سرش را بالا گرفت. نگاهش مثل نگاه آدم‌های فریب خورده و بازنده بود. سر تکان داد و گفت نه آمادگی ندارم. با این مرتیکه میخوای چیکار کنی؟ با حرص گفتم چرا کتکی زدی؟ حالا مار زخمی شده. رو کم کنی بود، نگران نباش. ماستشو کیسه کرده. بهتره تا زنش برنگشته اینجا نباشی. فعلا برو پیش شهناز تا یه فکری بکنی. عجاب بلند شد. کاری نداری؟ رو پوشت بالاست. صبر کن بیارم. دلم میخواست همراهش از خانه بیرون بروم، اما دیدم باید سوار ماشینش شوم. منصرف شدم. رفتم رو پوش را آوردم. گرفت و گفت نیومده بودم که نازش کنم. باید زهر چشم میگرفتم که گرفتم. دیگه امکان نداره بیاد سراغت. میری پیش شهناز؟ فعلا که حال درستی ندارم. شاید رفتم. دیروز دکتر رهامنش سراغتو میگرفت. توی دلم گفتم غلط کرد. وقتی از در میرفت بیرون نگاه درمانده‌ای داشت. گفتم یه قولی بده. به روبر نگاهم کرد. آهسته پرسید چه قولی؟ قول بده در جریان امروز به هیچ کی هیچی نگی، حتی شهناز. چرا؟ حوصله دیدی حالا و دیدی گفتما رو ندارم دیگه. چشمهایش را بست و گفت باش.